دینی که اساس آن تکفیر مسلمانان است. رافضیان همواره تلاش می‌کنند مخالفان عقیدتی خود را تکفیری بنامند و آنها را متهم به تکفیر مسلمانان کنند، حال اینکه خود اصل و اساس تکفیر هستند. به سخنان این آخوند توجه نمایید. کفر از خود دلایلی دارد. در کتاب‌های شرعی آمده چی چیزهای باعث کفر می شود. در کتاب شریف وسائل الشیعه مرحوم شیخ حر عاملی اونجا یک باب وسیعی را منعقد کرده، ما یثبت به الکفر والارتداد، چیزهایی که سبب کفر می شود. کسی که خداوند متعال را مثلا برای شریک قائل بشود، خداوند متعال را برای شبیه قائل بشود، پروردگار عالم را جسم بداند، او مشرکه. کسی که نبوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم را منکر بشود، او کافره. کسی که امیرالمؤمنین علیه السلام را امامتش را قبول نکند، کافر و مشرکه. کسی که ابوبکر و عمر را مسلمان بداند، در احادیث آمده، او سبب کفره. کسی که امیرالمؤمنین علیه السلام را امامتش را قبول نکند، کافر و مشرکه. کسی که ابوبکر و عمر را مسلمان بداند، در احادیث آمده، او سبب کفره. این آخوند میگوید هر کس امامت علی را نپذیرد کافر است. به کدام دلیل؟ در کتب شیعه به صراحت آمده است که عبدالله ابن سبع یهودی اولین کسی بود که قضیه امامت علی رضی الله عنه را مطرح کرد. نوبختی که اولین کتاب فرقه شناسی در میان شیعیان را نوشته است، درباره اندیشه های توطئه گرانه ابن سبع که آن را از یهود به ارث برده بود چنین میگوید: او اولین فردی است که فرضیت امامت علی علیه السلام را مشهور نمود و از دشمنانش یعنی صحابه تبری جسته و مخالفتش را علنی نمود. و از اینجاست کسانی که با شیعیان مخالفت نموده اند گفتند که اصل رافضیان یعنی تشیع از یهودیت گرفته شده است. فرق الشیعه از نوبختی صفحه 41 و 42. بعدها پیروان این اندیشه باطل روایات متعددی به نام ائمه اهل بیت در تکفیر صحابه بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و دیگر مسلمانان جعل نموده اند. شاید برخی از شیعیان آخوند الله یاری را متهم به تندروی کنند و خود را از آن مبرا بدانند، اما حقیقت آن است که این آخوند جز آنچه در کتب شیعه نقل شده است بر زبان جاری نمی سازد. به عنوان نمونه برقی از ابو عبدالله به دروغ نقل می کند که جز ما و شیعیان ما هیچ کس بر ملت ابراهیم نیست و بقیه مردم بهره ای ندارند. شیخ مفید از علی ابن حسین زین العابدین رضی الله عنهم به دروغ روایت کرده که فرمود غیر از ما و شیعیان ما هیچ کس بر سرشت اسلام نیست و بقیه مردم از آن بهره ای ندارند. تفسیر قمی، الاختصاص شیخ مفید و فروع کافی. کسی که امیرالمؤمنین علیه السلام را امامتش را قبول نکند، کافر و مشرکه. کسی که ابوبکر و عمر را مسلمان بداند، در احادیث آمده، او سبب کفره. این آخوند میگوید کسی که ابوبکر و عمر را مسلمان بداند کافر است. آیا این سخن تکفیر اکثریت و غالبیت مسلمانان نیست؟ آیا کسانی که در عراق و سوریه و ایران به نسل کشی اهل سنت مشغولند اندیشه غیر از این دارند؟ آیا آنان از امثال این آخوند فتوا نمی گیرند و با چنین روایتهای تمسک نمی جویند؟ قضاوت با شماست.